أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي لعباده من أفق الألباب، المجلي عن مراده بمنطق السنة والكتاب، الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسما بهم إلى أنوار السرور، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا، يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا. امشب شب بسیار عزیز. امام صادق فرمود جابر در همه فرق، ادیان، گروه‌ها و شیعه شدین و این مذهب رو از میان همه مذاهب انتخاب کردیم، جابر مغرور نشد. کفایت نمی کند بگویی احب علیا و اتولا، یا بگویی انی احب رسول الله لانه خیر من علی. جابر کسی که تبعیت نمی کند، لا یتبع سریرته ولا یعمل به سنته، کسی که سیره رسول خدا رو در زندگی خودش منشور زندگیش قرار نمی دهد، اعمالش رو مطابق با سنت رسول خدا مطابق نمی کند، جابر این محب علی نیست، محب رسول الله نیست. این حب برایش فایده‌ای ندارد. کسی که زندگیش رو با سیره پیامبر و اهل بیت روحی لهم الفدا موزون کرد، اعمالش رو بر طبق سنت رسول خدا قرار داد، او محب علی است، او محب رسول خداست. یک شخصی که ادعا می کند شیعه اثناعشری است، یک سری از تعلیمات چه به صورت منقول چه به صورت عمل اهل بیت روحی لهم الفدا برای ما به یادگار گذاشتن که زندگی ما باید مطابق اون بشه. این که گفت سیره و گفت سنت، به خاطر اینکه سیره کسی که میخوان از نظر تاریخی شخصیتش رو معرفی کنن، در مورد زندگیش مطالبی رو می نویسن که این شخص برتری بوده، از اجلاء بوده، کسی بوده که به عنوان شخصیت بارز معروف بوده، لذا سیرش رو بیان می کنن. یعنی شیعیان چرا نظر نمی کنید به سیره ما؟ چرا نمی بینید سیره ما رو و بر طبق اون عمل کنید؟ چرا دستوراتی که رسول خدا داده است، احادیثی که از رسول خدا به شما رسیده، از اهل بیت به شما رسیده، چرا بر طبق اون عمل نمی کنید؟ مگر رسول خدا چه فرمود؟ فرمود من 2 چیز گرانبها به یادگار نزد شما می‌گذارم. انی تارک فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی
اهل بیتی. امام عسکری روحی له الفدا نقل میکنن وقتی که ولیعهدی امام رضا علیه السلام تثبیت شد، عده‌ای از مردم قوم مشرف شدن خراسان خدمت امام رضا. وقتی پشت در رفتن، امام رضا روحی له الفدا فرمودن الان نمیتوانم اینها رو بپذیرم. این که امام اینها رو نمیپذیرد و قبول نمی کند تشریف ببرن پیششون. یا در اون حدیث عنوان بصری دارد، انس ابن مالک وقتی آمد خدمت امام صادق فرمودن من مشغولم وقت ندارم. اینا امر الهی است. فعل اهل بیت قیاس با مردم روی زمین نمی شود. اون حکمتی دارد که گاهی وقتا حکمت معلوم می شود و گاهی وقتا حکمت ها معلوم نمیشه. در هر حال فعل معصوم روحی له الفدا حجت است. امام فرمود من نمیپذیرم. 2 ماه انتظار کشیدم، امام نپذیرفتم. بعد از 2 ماه آمدن در خانه امام رضا، فرمودن به خادمی که آنجا بود ما نمیتوانیم برگردیم چون از خانواده هامون خجالت میکشیم و دشمن شماتت میکند، میگه این امام شماست، شما را نمیپذیرد. به آقا بگویید شیعه علی محب علی پشت در است. امام فرمودن بیان داخل. وقتی داخل شدن خواستن بنشینن، امام فرمود ننشینید، بیستید. گفتن آقا ما چه گناهی کرده ایم شما این گونه با ما سخن میگویید، این گونه با ما رفتار میکنید؟ ما مرگ برامون بهتر است از بقا. امام جمله‌ای فرمود، گفت شما ادعا کردید محب امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب، بعد الگو معرفی کردید. فرمود محب علی حسن است، محب علی حسین است، محب علی مقداد است، محب علی عمار است، محب علی سلمان است، محب علی محمد ابن ابی بکر است. اینا محب علی هستند. شما ادعا میکنید محب علی هستید در صورتی که در اعمال خود نظر نمی کنید. اعمالتان مخالف کردار امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب است. 2 فرمودن شما در احکام الهی کوتاهی می کنید. بعد فرمودن شما حق برادرتون رو ادا نمی کنید. 4 فرمودن اون جایی که نباید تقیه کنید چرا تقیه می کنید؟ یکی از محورهای اساسی برای فرد شیعه اثناعشری این است که باید به خودش برگرده، ببینه کلام امام، فعل امام جایگاهش در زندگی چیه. امام رضا روحی له الفدا با این فعل تکلیف ما رو مشخص کرد. یک جمله مهم در کلام امام رضا هست که من رو اون نکته میخوام تأکید کنم. ایشان الگو معرفی کرده، امام حسن رو، امام حسین رو، مقداد رو. مگه اینا چه کردن؟ ببینید دوستان، امام حسن رو به عنوان الگو معرفی کرد چون امام حسن هر چی داشت در راه خدا داد، هر چه داشت داد. حتی فرمانده جنگش معاویه رو خرید، بهش خیانت کرد و نهایتش زنش هم بهش خیانت کرد و او رو مسموم کرد. امام حسن خدا این مقام رو که بهش داد چون بقای مذهب به جهاد اینهاست، لذا فرمود الگو امام حسنه.
امام حسین است، من تمام وقایع قفر رو کنار میذارم، یک واقعه رو نقل میکنم. هرچه داشت در راه خدا داد. فرمود چرا زن و بچه تو با خود میبری؟ گفت چون خدا اراده کرده. شاء ان یراهن سوار، خدا اراده کرده اینها رو اسیر ببینه. یک منظره رخ داده تو عاشورا که همین اگر بود کافی بود برای این مقام سید الشهدا. اون لحظه ای که اومد پشت خیام، زینب سلام الله علیها گفت یا برادرم و ما بر نقلی، این بچه 6 ماهه دیگه بچه ها نمیتونن نگهش دارن، زنان خسته شدن، چه کنیم؟ گرفت دست، ببین جمله رو فرمود ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل اما ترونه کیف یتلظی عطشا. گفت مردم شما با من کار دارید، با من می‌جنگید، به این بچه چه کار دارید؟ مگه نمی‌بینید مثل ماهی که از آب بیرون انداختن چگونه دهنش باز و بسته میشه؟ خداوند متعال این مقام رو به سید الشهدا داد چون هرچه داشت داد. چرا به سلمان فارسی این مقام رو داد؟ یه جمله گفت میخوام برسم به وظیفه یک نفر که ادعا میکند من شیعه اثنا عشریم. یه جمله گفت کردید و نکردید، تاریخ ثبت کرده. همین سلمان رو برد رو عج، همین سلمان رو نامش رو زنده نگاه داشت. گفت به ابابکر، به اینا که در صحیفه جمع شدن اومد جلو، گفت کردید و نکردید. همه فهمیدن سلمان چی رو. گفت شما خلیفه تعیین کردید ولی آنچه که رسول خدا وظیفه شما قرار داده بود عمل نکردید. خدا چرا به اباذر این مقام رو داد؟ آمد بعد از جریان صحیفه گفت مردم من یه جمله از رسول خدا شنیدم، میخوام برای شما نقل کنم. پیامبر اکرم فرمود هر که از من جدا شود از خدا جدا شده، هر که از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب جدا شود از من جدا شده. بعد اومد جلو مردم گفت مردم شما مگر نمیدانید که اهل بیت اولان در خلافت؟ مگر نمیدانید خداوند متعال اینها را انتخاب کرده؟ بعد فرمود چرا تخلف کردید از فرمان رسول خدا؟ گرفتنش تبعیدش کردن به رمزه. مقداد، چرا خدا این مقام رو به مقداد داد؟ مگر چه کرده بود؟ ایستاد کنار امیرالمؤمنین، هر آنچه امیرالمؤمنین میگفت عمل میکرد. میگفت آقا جان برویم حاضر شویم میرویم، شما بگید نروید حاضر نشوید حاضر نمیشوید، هر آنچه شما میفرمایید ما انجام میدهیم. خدا این مقام رو بهش داد. عمار یاسر آمد جلو مردم مهاجرین و انصار گفت مردم اهل بیت رسول خدا اولا هستن نسبت به این منصب، چرا اونها رو کنار گذاشتید؟ در جنگ صفین ببینید خدا چه مقامی داده. افتاد زمین، دو تا از این ملعونا آمدن، یکی ضربه زد یکی سرش رو جدا کرد. امیرالمؤمنین اومد بالای سرش، بالینش نگاه کرد گفت لا اله الا الله. خیلی مهم از جمله امیرالمؤمنین در این مقطع که تکلیف من تو رو مشخص کرده. فرمود لا اله الا الله، هر کی بشنود که به سر چه آوردن بر سر عمار و عکس العمل نشان ندهد حقی از اسلام نبرده. چرا؟ چون اینا حرکاتشون دین رو حفظ کرده، حرکات و سکنات اینها وظیفه من تو معین کرده. بعد امیرالمؤمنین نماز خوندن، فرمودن که دفنشون کنید با همین لباس ها، وصیت کرده است با این لباس دفن شود. محمد ابن ابی بکر
اون سالی که پیامبر داشت میرفت برای حج ایشون متولد شده، تو واقعه دار نبوده. اما زمان عثمان بلند شد رفت خانه او، کاخ او، مکانی که بود عثمان در اونجا رفت، اونجا داخل خانه شد، محاجه کرد با عثمان. گفت چرا با دین خدا بازی میکنی؟ چرا دین خدا رو بازی چه قرار دادی؟ نسبت به اهل بیت باید عقیده راسخ باشد. این ابن سکیت یه شخص ادیب نحوی بود، متوکل 2 تا پسر داشت. این پسرها رو گذاشته بود نحو یاد بگیرن. ببینید کسی که محبت اهل بیت در دل او رسوخ کرده، متوکل رد میشد، دید مشغول داره درسشون میده. گفت ابن سکیت، حسن و حسین افضلند یا این 2 تا پسر من؟ نگاه بهش کرد، گفت قنبر. ببینید جوابو، گفت قنبر غلام امیر المؤمنین از تو و این بچه ها فضیلتشون بیشتره، مقامشون بیشتره، اصلا قابل قیاس نیستن. شما کجا؟ اینها کجا؟ میدونید چه کرد؟ دستور داد زبانش رو از پشت در آورد. لذا کسی که راسخ است در محبت اهل بیت، کسی که محبت اهل بیت رو به جان داره، میخره در همه وقایع آنگونه عمل میکند که محبت اونها رو ابراز میکنه. ببینید بعضی نکات هست اهل بیت گفتن این منشور زندگی ماست. در غزالای سید الشهدا این عمل زندگی و کسی که میخواهد در راهی که اهل بیت تعیین کردن میخواد قدم برداره، باید به این احادیث نگاه کنه که این احادیث چه چیزی رو به ما میگن، چه جمله ای رو میخوان به ما برسانن، چه نکته ای رو میخوان برای ما برسانن تا سعادت زندگیمون در انجام این امر باشه. امام صادق فرمود لو ان احدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين بن علي عليه السلام لكان تاركا حقا من حقوق رسول الله. اگر کسی تمام زندگیش حج بره اما زیارت سید الشهدا نره، حقی از حقوق رسول خدا رو ادا نکرده. بعد فرمود لأن حق الحسین فریضة من الله تعالی واجبة علی کل مسلم. اینو داری؟ میگه به خاطر اینکه قضیه سید الشهدا فریضه است از طرف خدا، یعنی کسی اگه بخواهد سعادت دنیا و آخرت رو داشته باشه باید منشورش منشور سید الشهدا باشه. صالح ابن عقبه میگه خدمت امام صادق آمد. امام صادق فرمودم پدر من فرمود اگر روز عاشورا کسی در حرم سید الشهدا باشد و نوحه و گریه کند، خداوند متعال مقام بالایی به او خواهد داد. ببینید وظیفه من شما رو بعد توصیل آقا جان، ما که نمیتوانیم، کسی که توانایی ندارد به این سفر برود دستور داده امام. 2 جمله تو این دستور خیلی مهمه. فرمود اولا به بالای بلندی برود، بعد فرمود سلام و لعن کند، سلام کند بر سید الشهدا و لعن کند اعداء سید الشهدا. بعد فرمود خود گریه کند، 2 رکعت نماز بخواند و خانواده را هم ارشاد کند که این کار رو انجام دهند. ببینیم به خودمون برگردیم. در اموری که منشور اهل بیت است و یادگار برای ماست، مثل زیارت عاشورا. امام فرمود زیارت عاشورا بخوانید.
عاشورا عاشورا. حالا یه نمونه‌ای ببینید در زندگی انسان گاهی وقتا برمیگردد به تاریخ، اصحاب راستین امیرالمؤمنین رو میبیند میگه اینا کیا بودن؟ اینا بشر نبودن. این رشید حجری وقتی اینو گرفتن، زیاد ابن ابیه او رو گرفت آوردنش، گفت ها تو محب علی هستی؟ گفت بله من محب علی. گفت ببرید بلایی به سرش بیارید. گفت امام من، مقتدای من، سرور من فرمود تو و امثال تو دستها و پاهای من رو قطع میکنی. گفت نه ببریدش. تو وسط راه که میبردن صدا زد، گفت دست و پاشو قطع کنید. یه دختری داشت دارد در تاریخ خم شد، این دست و پای بابا رو برداشت بستنش به چوبه که همه مردم عبرت بیارن. آمد جلو، گفت پدر دست تو و پای تو قطع است، احساس درد میکنی؟ فرمود نه دخترم، احساس میکنم فشار فقط به جسم من میآید. یستقبلون الرماح بصدورهم فلم یجدوا الم مس الحدید. روز عاشورا با سینه هاشون تیرها رو استقبال میکردن، درد حس نمیکردن. ایشون میفرماد کسی که در راه اهل بیت گام برمیداره. بعد این دختر یه جمله نقل کرده خیلی جالبه، صاحب سفینه نقل میکنه، میگه نشسته بودم پیش پدرم، به پدرم گفتم بابا تو در راه دین خیلی تلاش میکنی، شب و روز مشغولی، چه خبره؟ این جمله رو فرمود، گفت دخترم ما کاری نمیکنی، بعد از ما افرادی خواهند آمد که بیشتر از ما و بهتر از ما این دین رو حفظ میکنن. که بعضی رو گفتن با از اشاره به اصحاب سید الشهدا داره. کجا رفتیم ما؟ در خونه کی رو زدیم؟ امام صادق فرمود، صفوان میگه من خدمت امام صادق بودم برای زیارت نجف و کربلا که رفتم. امام محور زندگی رو تعیین کرد. آقا چرا در خونه این اون میری شیعه؟ من به تو منشور زندگی میدم، من به تو میفهمونم چه کار کنی که خدا دست تو رو بگیره، رسول خدا دست تو رو بگیره. صفوان میگه رفتم خدمت امام صادق. امام صادق ابتدا زیارت عاشورا خوندن، بعد زیارت صفوان که خودش نقل کرده است بعد از زیارت عاشورا که بعضیا در مفاتیح به نام علقمه نقل کردن که درست نیست، چون علقمه این روایت این زیارت رو نقل نکرده، نقل صفوان است. بعد فرمود هر کسی این زیارت ها را بخواند خداوند متعال و رسول اکرم به او توجه می کنند. آقا این عزاداری که بزرگان اصرار می کنند و این دههایی که به برکت وجود نازنین ها برگزار شده، اینا میدونید الگوش کیه؟ الگوش حضرت زهراست. حضرت زهرا تمام زندگیشو عزا گرفت. روزی که به خانش هجوم بردن، روزی که بعلش رو از حقش به پایین آوردن، اون دوتا وقتی اومدن یه جمله گفته، حجت رو برای همه تمام کرده. الگوی زندگی فاطمه زهراست. گفت شما شنیدید رسول خدا در حق من چه فرمود؟ گفتم بله. گفت که حالا اعتراف که کردیم فإنی اشهد الله و ملائکته انکما اسخطتمانی و ما ارضیتمانی ولئن لقیت النبی لاشکونکما الیه. تموم شد حجت. بعد از اون لحظه عزا گرفته تا لحظه‌ای که از دنیا رفته. یعنی چی؟ یعنی شیعه اگه بخوای این راه زنده اونو از من باید الگو بگیری. بقای دین به راه فاطمه است،
بقای دین به سید الشهداست، لذا تکلیف را هم تعیین کردن. هر آنچه توانستند ظلم کردند به اهل بیت، اما مقاومت کردند برای حفظ دین. لذا امام رضا الگو معرفی میکنند. خودمون محک بزنیم. مأمون رقی میگه خدمت امام صادق بودم، سهل بن الحسن الخراسانی آمد کنار امام نشست، گفت آقا چرا نشستی؟ چرا قیام نمی کنید؟ برگردید خودمان ببینید که آیا ما که ادعا می کنیم شیعه اثنا عشری هستیم واقعا این گونه‌ایم؟ میگفت ما چرا قیام نمی کنید؟ 1000 نفر انسان مسلح منتظرن که از شما دفاع کنن. به خادمشون فرمود تنور رو روشن کن. به سهل بن الحسن الخراسانی گفت وارد تنور شد، گفت آقا تو رو به جدت قسم من از این کار معاف کن. طولی نکشید هارون مکی اومد داخل. امام فرمود هارون وارد تنور آتش، کفشش در بود، دو زانو نشست به تنور. امام مشغول کلام شد با سهل بن زیاد، مشغول کلام شد با ایشون. بعد از مدتی گفت سهل بلند شد سر تنور رو باز کن. میگه در تنور رو برداشتم دیدم 4 زانو نشسته توی تنور. همینه، اگر پیرو امام باشی نمیسوزی. اهل بیت از ما خواستن در معاملاتمون، در کلاممون، در حرکتمون ایاکم ان تعملوا عملا یعیرنا. وای به حال شما شیعه اگه کاری کنید که ما را سرزنش کنن، کاری کنید که مردم از ما ایراد بگیرن. مذهب دست ما بوده، همان گونه که ما مذهب رو به شما به عنوان امانت قرار دست شما قرار بدیم. شیعیان با جان و دل از اون محافظت فرمود اخلاق باید اخلاق اهل بیت باشه. در مورد مسائل مسلمات مذهب نباید مجامله بشه. امشب شب بسیار عظیمیه، موسی بن جعفر باب الحوادث. من نمیدونم چه گذشت. به مسیب گفت، مسیب رو خواست آوردن، گفت مسیب من میخوام از این زندان برم با فرزند خودم در مدینه امامتش رو مهیا کنم. گفتم آقا شما با قل و زنجیرید، داخل زندان و سیاه چالید، چگونه میخواید خارج بشید؟ گفت مسیب نظر کن. دیدم یک لحظه دیدم که ما در بیابانی هستیم، دیوارهای زندان نیست و قل و زنجیر به پای امام نیست. بعد فرمود تو برو سر بزن به بچه های خودت. امام بعد برگشتن یه درخواستی مسیب کرده از امام، فرموده آقا دعا کنید که ایمان در دل ما رسوخ پیدا کنه، ایمان زنده باشه در دل ما. میدونید ایمان چجور رسوخ پیدا کنه؟ راه اگه راه اهل بیت بود، محور زندگی اگه اهل بیت بود، تمام این ائمه، این موسی بن جعفر زندان به زندان، هارون دستور میداد هر بلایی میتواند سر موسی بن جعفر بیاره. امام زمان معذرت میخوام، دستور داد یه زن فاسقه رو کنار امام قرار بده. گفت هر آنچه میتوانی امام را آزار بده. صدا زد، این زد، مگر این آقا چه گناهی کرده؟ این لحظات رو که میبینم همش ناله و زاری میکند، یا الله یا الله میگوید. یک دفعه در زندان باز شد، 4 نفر حمال جنازه ای رو حمل من معذرت میخوام، اصحاب تاریخ گفتن
گفتن برای اینکه به امام اهانت کنن جسد ایشون رو در کهنه قرار داده بودن به صورتی که سر ایشان آویزان بوده. وقتی مردم کاظم خبردار شدن، اصحاب تاریخ میگن زنها رفتن پیش مرداشون گفتن ما محریمون رو میبخشیم، فقط در تشییع جنازه آقا شرکت کنید. من نمیدونم شنید باغ و ریاحین یه کاری کردن که سینه موسی بن جعفر پر از گل شد، اونقدر گل ریختن، آنقدر تشییع جنازه با عظمت بود. موسی بن جعفر کجا بودی؟ کربلا. آوا ویلا فقرب الی فضربه 12 ضربا فجلس على صدره وقبض على شيبته المقدسه. امام زمان شکر با جد سید الشهدا. موسی بن جعفر برای دختر تو که سر برینه نیبردن، برای دختر تو که گوشواره از گوش ندریدن. موسی بن جعفر به خودشون زحمت ندادن انگشتر از انگشت بیرون کنن، انگشت بریدن